الله وبركاته. نبو امروز ما الحمد لله برادرای اونینه در جایی که نباشه ان شاء الله که برادرها با امروز موجودن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران عزیز، برادرانی که در شهر سن پترزبورگ بعضیش خبردار شدن زنگ زدن جواب دادن نتونستم، از همتون معذرت و بخشش میخوام که کم کار برآمد مسکو پیدام رفتم. انشالله که بعد از یک هفته یک هفته پس انشالله تا میخریم طرف سن پترزبورگ، یعنی این دفعه با ماشین حاضر به سمالیات اومدگی سروش بگیم در کار شده بود. انشالله که هفته های آینده باذن الله تعالی با ماشین ختم بیایم تا اینکه همه چیز چاره که به امروز ما در کار ضروره همونها را بیاریم و دعاگو باشیم که خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید و با قدر امان الله باشیم، با دعا باشیم که انشالله الله سفر ما را به خطر بگردانه و خداوند برای ما قوت و توانایی نصیب بگردانه تا اینکه در خدمت خلق خدا باشیم. با قدر امان الله. السلام علیکم. برادرای عمومی است استرچت کردن در پیتر. Просвещение. Следующая станция Озерки. صدای شهر پیتر ریحت بزیب خوبه ماشاءالله. شو میری؟ انت؟ چی میگیری؟ این اکه یوانیم یا پیپسی مخیده میرینده مهمونی اکه یوانیم. خدا نیابان تو باشه. خلاص که همتون نیابان باشه انشالله. بخشش زیاد برادران عزیز که بگیم خودم تو قوم آگیم انشالله که یک هفته نیم هفته پس با تو میخریم انشالله ماشین خطی با حضوران اکه یوانیم با اکرا چای بخرم. بله خیلی انشالله تابستون چند بار راه کشیدیمونه که وقت نشیم. Aeroporti vamos dar aqui Peter. کلام نه aeroportش. السلام علیکم برادران عزیز، از همتون خواهش بخشش دارید تا نتونستیم استفاده در پیتر از سبب کمکی که مشکلی ها. انشالله که بعد از یک هفته انشالله باز برمیگردم. یک بیماری سراشم بود با خاطر آمدیم الحمدلله خدا شفا شامته. انشالله که برمیگردم به جون مکان خودمان یک هفته پس انشالله که با ماشین قطعی و تا میخریم طرف های سن پترزبورگ باذن الله تعالی. خدا باشن که خداوند یگان گونه مسلمان به بیماری روحی به بیماری سحر و جادو مبتلا نکنه. با قدر امانی الله باشه انشالله که با دعا باشین سق سلامت با جا مکامون رو برگردیم. ایرپورت سن پترزبورگ زور بدون مغازین ها میره مجبور که یگان چی بخرینه